yaptıkça sıra bana gelecek sloganı bugün... جنجال سلبریتی هایی که با مردم ترکیه همراه شدن و دیگه علنا مخالفت خودشون رو با حاکمیت ترکیه اعلام کردن. شما هم با سلویسفدا برای شنیدن جزئیات همراه باشید. سلام دوستان سلویسفدا، ما برگشتیم. امیدوارم تعطیلات سال نو بهتون خوش گذشته باشه. امروز میریم سراغ اعتراضات جنجالی ترکیه و میخوایم ببینیم سلبریتی های ترکیه تو این ماجرا چه نقشی دارن و کدوم طرفی هستن. اول یه مختصر اشاره‌ای میکنم به اتفاق تأخیر ترکیه برای دوستانی که نمیدونن قضیه چیه. ماجرا از این قراره: اکرم اماموغلو، شهردار استانبول و یکی از چهره‌های برجسته حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه که به ترکی CHP گفته میشه، تو تاریخ 19 مارس 2025 توسط پلیس ترکیه بازداشت شد. اتهاماتی که به اکرم اماموغلو وارد شده شامل فساد مالی، اخاذی، رشوه‌خواری، پولشویی و حمایت از تروریسم، به ویژه ارتباط با حزب کارگران کردستان یعنی PKK هست. البته اماموغلو از اتهام آخر یعنی حمایت از تروریسم تبرئه شده، ولی بقیه اتهام‌ها به قوت خودشون باقی هستن. صبح روز بازداشت پلیس ترکیه اقامتگاه اماموغلو رو در استانبول محاصره کرد. اون تو ویدیویی که حدود ساعت 7 صبح وقت محلی منتشر شده بود اظهار کرد که ما با ظلم بزرگی روبرو هستیم اما تسلیم نمیشم. خودم رو به ملتم میسپرم. اما اماموغلو تنها کسی نیست که تو این اتفاق دستگیر شده. اون به همراه 100 نفر دیگه از جمله دستیارش و 2 نفر از شهرداران منطقه استانبول یعنی بیلیکدوزو و شیشلی دستگیر شدن. دفتر دادستان کل استانبول اماموغلو رو به عنوان رهبر یک سازمان جنایی متهم کرده و ادعاهایی از جمله فساد، اخاذی، رشوه‌خواری و پولشویی مرتبط با قراردادهای شهرداری رو مطرح کرده. اکرم اماموغلو حتی مدرک دانشگاهیش رو هم از دست داد. یه روز پیش از بازداشت دانشگاه استانبول مدرک تحصیلی اماموغلو و 28 نفر دیگر رو لغو کرد. کاملا مشخصه که این اقدام در جهت ممانعت برای نامزدی اون در انتخابات ریاست جمهوری آینده است، چرا که حزب جمهوریخواه خلق قصد داشت که اون رو به عنوان نامزد خودش معرفی بکنه. و ویدیوهای اعتراضاتی که این روز هم میبینی در واکنش به بازداشت اماموغلو هست. هواداران اون در استانبول و آنکارا به خیابونا اومدن و با نیروهای پلیس ترکیه درگیر شدن. تا به الان چندین نفر زخمی و بیش از 300 نفر هم بازداشت شدن که اغلب این 300 نفر جوانان ترکیه هستن. حزب جمهوریخواه خلق یعنی CHP که اماموغلو یکی از اعضای برجسته اونه، این بازداشت رو محکوم کرده و اون رو تلاشی برای حذف رقیب اصلی رجب طیب اردوغان از صحنه سیاسی دونسته. این حزب اعلام کرده که انتخابات درون حزبی برای تعیین نامزد ریاست جمهوری علیرغم بازداشت اماموغلو در تاریخ مقرر برگزار میشه که این اتفاق هم افتاد و تعداد خیلی زیادی از سلبریتی ها تو این انتخابات شرکت کردن. از معروفترین سلبریتی هایی که رابطه نزدیک و صمیمانه‌ای با اکرم اماموغلو داره و الان فعالیت های مشخصی در جهت اعتراض به دستگیری اون انجام میده، خواننده مگاستار ترکیه تارکان هست. جالبه که بدونید تارکان پیش از این چند کنسرت رایگان با شکوه برگزار کرده صرفاً در جهت تبلیغ و حمایت از اماموغلو. سریال شاکرپاشا هم از این داستان عقب نمونده. 2 تا از بازیگران مطرح این سریال از هواداران 2 آتیشه اماموغلو هستن. یکیشون نقش اصلی داستان یعنی جیم یلت اوزوموغلو که کاراکتر جواد شاکر رو بازی میکنه و اون یکی واحده پرچین هست. واحده که تو سریال شاکرپاشا نقش اسمت خانم رو بازی میکنه و قبل از این با نقش آفرینی منحصر به فردش به عنوان هورم سلطان به شدت محبوب شد، طرفدار اماموغلو هست. یه چیز جالب این که گفته شده تو انتخابات درون حزبی که حزب CHP ترکیه برای انتخاب نامزد ریاست جمهوری برگزار کرده، واحده پرچین که وسط ست فیلم برداری سریال شاکرپاشا بوده سریعا مرخصی ساعتی ویژه میگیره و میره تا بتونه تو انتخابات شرکت بکنه.
یکی دیگه از بازیگران مطرح ترکیه که آوازه ضد حکومت بودنش همه جا پیچیده، هالیت ارگنچ هست. هالیت با بازی در نقش سلطان سلیمان شهرت ماندگاری برای خودش کسب کرد، ولی مدتیه که درگیر اتهاماتی شده. اگر خاطرتون باشه تو ویدیوی مربوط به آیشه بارون گفتم هالیت ارگنچ از متهمان ردیف اول اغتشاشات مربوط به گازی پارک بود و چندین بار به دادگاه احضار شد و اتهامش هم همکاری با آیشه بارون و تشویش اذهان عمومی بر علیه حکومت بوده. اما هالیت تو اتفاقات این روزهای ترکیه سکوت اختیار کرده و به گفته رسانه‌ها دلیلش هم کاملا مشخصه. چون پروندهش به حد کافی سنگین هست و اگر بخواد دوباره مشارکت علنی داشته باشه احتمالش هست که به دستگیری و ممنوع کاری منجر بشه. ولی خب با این حال قبلا بارها حمایتش را از حزب CHP و اماموغلو علنا اعلام کرده بوده. و اما یکی از هنرمندان بسیار مطرح و البته پیشکسوت ترکیه که حمایتش را از اماموغلو اعلام کرده، هالوک بیلگینر 70 ساله هست. هالوک برای سینما تلویزیون ترکیه حکم علی نصیریان ایران رو داره و به قول خودشون غرور ملی برای ترکیه محسوب میشه، چرا که برنده جایزه امی هم شده و حتی سال پیش تو فیلمی به اسم ماریا به عنوان نقش اصلی با آنجلینا جولی هم بازی بوده. ولی جالبه که بسیاری از نشریه‌ها و رسانه‌های ترکیه بهش تاختن و میگن کسی که غرور ملی ما بود باعث شرمساری شده و با حمایتش از اماموغلو به کشور خیانت کرده. بازیگران عضو شرکت فیلمسازی آیشه بارون اکثرشون طرفدار حزب جمهوریخواه خلق ترکیه هستند که بیرجا آکالای و هازال کایا و همسرش از معروف‌تریناشون هستن. بیرجا آکالای بازیگر معروف سریال عشق سیاه و سفید جهت همراهی با مردم معترض هر روز استوری‌های اعتراضی و حمایتی منتشر میکنه و تو استوری دیروزش هم نوشته بود این 301 جوانی که دستگیر کردین عید فطر رو به جای خونه باید تو زندان به سر ببرن. بچه‌های ما رو آزاد کنین. هازال کایا و همسرش هم که به قول رسانه ها از خوبای اعتراض به حکومت هستن و همیشه هر جا حرف از بی‌عدالتی و اعتراض به حاکمیت ترکیه باشه این دو نفر جز اولین معترضان هستن. هازال کایا برای انتخابات حزب CHP ترکیه برای رأی دادن به اماموغلو حتی 2 فرزندش رو هم همراه خودش برده بود. یکی دیگه از بازیگران مطرح ترکیه که استوری اعتراضی منتشر کرده برهان ساعت هست. البته برهان ساعت حمایتی از اماموغلو انجام نداده ولی در مورد بازداشت دانشجویان در اعتراضات اخیر ترکیه نوشته وقتی مادرانی رو میبینم که پشت درها دارن گریه میکنن قلبم میشکنه. اونها خانواده های دانشجویان بهترین دانشگاه های ترکیه هستن. اگر کشور ما در آینده پیشرفت بکنه زیر سایه همین جوونا خواهد بود. لطفاً جوونهای ما رو آزارشون ندین. به خواسته هاشون گوش بدین و اونا رو آزاد بکنید. استوری نورگül yeşilçay هم در این رابطه در نوع خودش جنجالی بود. نورگül تو استوریش نوشته بود این بچه‌های با این سن کم تو زندان چی کار میکنن؟ شماها دارین چی کار میکنین؟ در این روز مبارک آه مادران رو به جون نخرید. اونا رو از زندان آزاد بکنید. مگر چی کار کردن؟ فقط حقشون رو خواستن. معترضان طرفدار دموکراسی و اماموغلو تو ترکیه بزرگترین تجمع تاریخ ترکیه رو تشکیل دادن. به گفته بعضی از رسانه‌ها تعداد تجمع کنندگان تو این فراخوان تو منطقه مالتپه استانبول به 2 میلیون نفر میرسید. و خب خالی از لطف نیست که بگم تعداد هنرمندانی که همسو با این اعتراضات هستن خیلی بیشتر از مواردی هست که اشاره کردم. مثلا صالح بادمجی و مجری اوزمان هم جزو همین بازیگران هستن. خب به انتهای ویدیو رسیدیم. امیدوارم که لذت برده باشید. حتما شما هم نظراتتون رو در این ارتباط بنویسید و بگید که کدوم طرفی هستید. متشکرم که همراه هستید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.